پادشاه کنیزک مریضه. یک گروه پزشکی تشکیل داد برای شناخت بیماری و علاج آیی. پزشکان هرچی کار کو تشخیصش ندا مریض بدتر بود. دیدن که پادشاه خواب دید یک ولیه یک ماهر طبیبی که مریض دوایی آهوران واسطه نیوادی طبیب که تواز بیستا گیری آتا ولوٹی که مریضا علاج بکن. چون طبیب پزشک میشی محرم ہے و باید مریضیان و اسرار همه مخفی بگیری. به همین خاطر چیده خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه، خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزه. گوشت خوبه منو آیه تانکا بیل دیگه هیچ که اتاق پزشکی مایه تمام محرمانه آیه جست کرد. گفت ای شاه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. اولین طبیب پزشک گفت ای شاه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. هیچ کنوتی نه درآمد، هیچ کنوتی و وقتی گوتی خبر رسی پر شای بیر رو خبر درز کن. باید اسرار محرمانه مخفی بماند. کس ندارد گوش در دهلیزه ها، تا بپرسم زین کنیزک چیزه ها. دهلیز حیات سالون تا اتاق هم کسی ندی و بیرون که کسی گوش صدا برسی هم کسی ندی. کس ندارد گوش در دهلیزه ها، تا بپرسم زین کنیزک چیزه ها. تمایشی کنیزک چیزان اطلاعاتی بپرسم. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. پادشاه و ارمانی همشید که منی محبوب اش مرض نجات حاصل بود. خانه خالی ماند و یک دیار نه، دیار صاحب دار، کسی دار منزل بشه. صاحب خانه هیچ کسی نماند که دور منطقه صاف بود. جز طبیب و جز همان بیمار نه، بغیر همه طبیب بغیر همه بیمار بگی هیچ که او دا پاش نکن. نباید مردم اشتاقان بچاری که چی کن و گوش بداری باره چی گوشه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. این پزشکی اما دانشمند پزشکی. نرم نرم گفت سختی پسیبتی نرو. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، ای شهر کجاست، تو کجا ملک مردمیه، که علاج اهل هر شهری جداست. هر شهر مردمان مریضیان علاج جداگانه. دیکھیں نبی که قوانین سورانت ضربات پیدا کنه، ضربات یعنی تیران پیدا کنه. هر شهر مریضی و جداگانه. نرم نرم گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. هر یک شهر یک علاجی ها، دوایی ها.
وندران شه از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. بدا مت اما شهر تو نشته فرزن کسیش کنیز دیگه شهر زورت تیار کرد آخرین خوش میکنه. وندران شه از قرابت کیستد، مت ای شهر تو زندگی کنه که نزدیک کسی قومان کنه. قرابت نزدیکی، رشته دار، خویشاوند. خویشی و پیوستگی با چیستد؟ یکی خویش قوم خودمانی، یک لحظه هستیم که خویش نه پیوستگی. پیوستگی به استاد شاگرد، پیوستگی زنگ و بنده، پیوستگی به تجارت ہو رہے تر گونکے خیشی ها و گونکے پیوستگی ها نلوٹی مریضی کشف درگیش. دست بر نبضش نهاد و یک بیک باز می پرسید از جور فلک. نبض اصل حرکت قلب باشه از زمان قدیم اداره رکبه هستن و شما دست برکنی ایشی اون قلب باز همسانی ها قلب ضربان بعضی یه ضعیف نبضی ای وایدی چون که امکانات دیم رفته آتبی به هنگه دسته هم دیگه ای وایدی به واسطه همشی کو دکتر مگوش کن یا ایده به دلی هلی یا ایده به بندلی هلی ایش همشی ضربات دهنکان اب دکتر تشخیص دادن که شی ضربان قلب چی کرده آیا هم نبض چاری بل به وسیله گوشی آیا هم نبض چارتا بل به وسیله رگ زدن هم رگ حرکت نبض دستی هیچ سر نبضی دست به آودگی آتیا نهده گوشی دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. پدی جوستی کو واقعا انسان همیشه به مقصد نرسید دا وقتی مریضی دا وقتی مشکلات جور فلک هر جا که یکن فلک ایک وقت جوری نیست جوری ظلم یعنی کسی که صاحب فلک آئی دا وقتی کسی چیزا نہیں ہے صاحب فلک. چون کسی را خار در پایش جهاد پای خود را بر سر زانو نهاده. مولانا یادی یک دیگه مثالی ہے و لوٹی کی راہ پاس کن فرماش نوشی اگر یک کیا چون کسی را خار در پایش جهاد اگر کسی راه رو یا خاری مت آئی پا بگوزی تنشی مشکل پیش یا نون که مشکل پیش یا چون کان ایک کس ای وادیشن که وادی خار تا پادشاه دل رفتا یا خاری که ایک کنیزه که دل هم رفتا مولانا نشی که خار اگر ما پا برو مشکل چی برسی خار ما دل برو خار کنٹک اش من نسخه انکام میں اکن نبی کی برج داره ہے انتظار خط برای مباز باشه. چون کسی را خار در پایش جهاد پای خود را بر سر زانو نهاد. خاک متفادی یہ تنفاد زوری تو سر زانو گی رکھن جوش در فکر بیرون کردن خار که در مریضی خلاص اگر خار بمانی گردگی خار مانتا کنٹک مانتا مردم عذیت تا یک زمانی که ہما پاور رندگی تو تشکیلات کی داری تو ہی نہیں وہ مردم عذیت. چون کسی را خار در پایش خلد جهاد پای خود را بر سر زانو نهاد یا اید زانو بر زانو که چیز بکن ایده ایردن چهو جمع نزدیکی و سر سوزن همی جوید سرش نو سر سوزن زوری انتها رفتا نو سریه تلاشد آئی کاملین پزش کی آئی دیگه کم کم مک چاران کن
چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش این سر خار را ور نیابد می کند با لب ترش اگندی من پا حاکینه و منی نگندم این که ور نیابد می کند با لب ترش یعنی لعاب یعنی ترش پاکانش کن کورکم پاسی خار در پا شد چونین دشوار یا و خار در دل چون بود واد جواب یہ خاری که مت پا مردم لگی چون مشکل پیدا ہے نو خار که مت دل مردم لگی بڑائی چون بھی تو جواب دے خیلی خطرناک خار در دل گر بدیدی هر خسی دست که بودی غمان را بر کسی اگر ای خار دل کفر شرک بدعت خلاف فرمان پروردگار که هر یک خاری دیدی وجود آرامش نبی با وجود سامان اگر این شیش بزانتی هر خسی دست که بودی غمان را بر کسی گوڑا مار دسترس به گمان نبی گمان دور کرت نکن نزانی مار مت دل چین که در خار کنتک ما یکی نه این کسان کوئی خاری شنزی مردم لگی چین که در مشکل پیدا کن پناهی اگر دل بیدی گوڑا چی اید مولانا عجیبی مثالی کا عجیب و غریب از حد به بالا مولانا نوچی گوشی کس به زیر دم خرخاری نهاد خر نداند دفع آن بر می جهاد تی ترکان بودتے ہیں بارے میں ازبکان بودتے ہیں کہہ دیتے ہیں گوشی کا نام ازبکان کہیں یہ خر تنبل ایک ربوت ہے یوں آخر تنبل آیا یک کنٹک کوئی کسانی کناری چیر دوم بیمت پوستشین کر کو بازی نو خر چونکن کس بزیر دم خر خاری نهاد خر نداند دفعان برمی جهاد خر نزن حکش بلک مشی نو این دیگه چپی یک دم بی سر ہمیں کنٹک نو کنٹک چونے بھی تو دل واشکری کن بلچون حکیمی نہیں دانشمندی نہیں ایک خار گشتر متے بدن جو کس بزیر دم خر خاری نهاد خر نداند دفعان برمی جهاد بر جهاد یعنی میزند با دم آن را و آن خار محکم تر زند ای خار گشتر مته پوستی کنی عاقلی باید بخاری برکند بر جهد و آخر محکم تر زند در پس پوست و بدن خود عاقلی باید که خاری برکند باید یه عاقلی ببی که یه خار بکشی دکن چه خار پوست یہ کل انسانان بدون پیغمبران ہر چیز زندگی بہتر کریں بہتر کنٹا گشتر کرتے کہتے ہیں رائمشین کنٹکان کشف قلبی و دلی پیغمبران و امام الانبیاء خرز بحر دفع خار از سوز درد جفته می انداخت صد جا زخم کرد خرز بحر دفع خار از سوز و درد نو خر لوٹی کے ہمیں کنٹا کا دفع بکن و سوزشی مان بدنیا خرز بحر دفع بحر یعنی برای دفع یعنی دور کردن خار از سوز و درد جفته می انداخت هر جنگ کی لگاشی کی لنادم دنبا صد جا زخم کرد اول یک زخمیت یہ وحدی صد جا زخم
احتمالاً کنٹکو گلو چار گلو بیلے آدھی گلو هم گوزه چلا تشه این کنٹکو که چار دو بولن یک پیتره یک مستره یک کسره بدون علماء بدون رهبر و بدون مرشد اگر یک شما وابه تو واشه کنن کنٹکن بیشتر گوزه بعد یکی بودی که ای خارانا کش کنٹکن دکن حکیم خارچی استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود. یہ حکیم استاد پیاهد برای علاج بیمار کنیز ایشی استاد یک خارچی کنٹک در کنو کیا خارچی یک خارچی رو کنٹک جمع کن یا نشی خارچی پر موکش بید چی وجیتش در شکن اپدا مت منطقه هم آنچه ها خاران واشتر برکنن جوهی کنٹکن برکوانن دار کنن شهر کس کار نہیں و ماهرنا میتر کنن حکیم خارچی استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود دستی برکو ایده بارن دردی ایده بارن کنٹکین این نفذی چاره ازمایشی کن زان کنیزک در طریق داستان باز می پرسید حال دوستان انچ بینوان قصه بیان کو که یکی که چوز بیتا شرک برن ضربات قلبشونه با آنزان کنیزک در طریق داستان باز می پرسید حال دوستان. خب دوستان حال چی مطلب شما داره با حکیم قصه ها می گفت فاش از مقام و خواجگاه و شهر و باش دل پجمن دیسی که خودمانی و واقعا و بے تکلف کو منجر گپا جان و نرم گپا جان و معلوم کش کنی گوش بداری شیلا سر ها رازی ها ضرور باید که کسی مزا بغیر طبیب با حکیم او قصه ها می گفت فاش از مقام و خواجگاه و شهر و باش از او جاگا او دا خواجگان چونه سرپرستش کنه شهر کنه که او دا باشنده شهرونده سوی قصه گفتنش می داشت گوش سوی نغز و جستنش می داشت هوش کسا یعنی گوش داشت افیده که نغزی داشته دیگه هوش همو داد که برای این حرکت چونه دی ضربات قلب چونه دی تاکه نفس از نام که گردد جهان او بود مقصود جانش در جهان تبزن که تاکه نفس از نام که گردد جهان جهان یعنی ماشین بلوچی جهان حرکت در حرکت گشته بهید مثلا یک کنیز فده گیره دلی مانتا همه آنگورین دل گم بادشاہ میں آنگویت ملکا رنج با چونکه جویت محبوب دوره او بود مقصود جانش در جهان دوستان و شهر او را برشمرد بعد از آن شهری دیگر را نام برد میگیدیم هم شهر به شهر را به همه شهر پیشی محبوب اوده بیشتر نفس حرکت گفت چون بیرون شدی از شهر خیش در کدام شهر بود استی تو بیش چه شهران کجا بودیم؟ شما کجا شهر زندگی کرده؟ بیشتر کجا سکونت کرده؟ چون اول نتوان که خبر کن چون که جنین آدم بعد نتوان دی خبرانا بگوشی محرمانه خیلی سر نام شهری گفت و زان هم در گذشت رنگ روی و نفس او دیگر نگشت ای شهران نام گه تاکہ ہمیں رنگ روی تغییر نہ کرے اگر بعد ولی متوجہ ہو کہ پیشی بیماری جسمی نہ ہے بیماری روحی ہے بیماری جسمی نہ بیماری قلبی ہے بیماری قلبی ہے خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جا و از نان و نمک شهر و خانه قصه کرد شهر و خانه قصه کرد نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد منزلانی نام گه ادرسان نام گه کوچه آنه
بلنگت کنی وادی حرکت نه بل بعدش ای ولی متوجه کشی قلبی مریضی. نبض او بر حال خود بود بیگزن تا بپرسید از سمرقند چوقند. سمرقند شهری طرفای روسیه. سمرقند مثل قند خیلی زیبا، این هم مردمان زیبا هم شهران زیبا آباد. نبض جست هم در سمرقند که نام گه پیشی نبض در حرکت. نبض جست و روی نبض او بر حال خود بود بیگزن تا بپرسید از سمرقند چوقند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد که سمرقندی زرگر فرد شد. بزنیم قدمت سمرقند یک زرگره ای کنیز با همای دلی من بیدار و دل رابطه بگی ولی چون سستو جدا بودا ای وقتی زهیران زودا مریض. پس سمرقندی های نامانگرا گوته جز کو کنین فلانه گوشت یک زرگره ها نو زرگر رسد دل دی در حرکت بود نازم در حرکت علاجی کنید پدا بل اول تشخیص دا مریضی اولی ما تمام پزشک جسم ایشی پزشک قلب ها پزشک هر چی کو بدته تشخیص نلا مریضا. چون ز رنجور حکیم این راز یافت، چون ز رنجور حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. نو متوجه بود که چی بلای چی مشکل باز یافت و دریافت. چون ز رنجور حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. زانتی که در چی و بلا که متوشی دل ایشی چی گفتگوی او کدام است در گذر، او سر کل گفتگوی غافر. این شهر نامه غافر بدمت روستا یهامه مک سمرقنده. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سحرها خواهم نمود. گوشت من ترزان تی مریضیه تشخیص کو من بود بل انشاءالله تی علاج ما هنچه کنه سحر آمیز این هنچه کو سحر مؤثره منی علاج پتو مؤثر بیتی کار کشی کا. شاد باش و فارغ و آمین که من آن کنم با تو که باران با چمن. شاد باش و فارغ و آمین که من آن کنم با تو که باران با چمن. ما انشاءالله یک باران با چمنان باران برسی خوب رشد کنه. من غم تو می خورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم از سر مخر. من غم تو می خورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم از صد پدر. گنی مریدی مرشدن شمیدی مریده علاج بابا ما اش صد پدر سر تو هنگه مشفق تشی واقعیه. مشایخ برویتی شاگرده این که در شفیق صد پدر هنگه اشتر مولانتانی اشتر بازوانی مطلب مواعظی هست مواعظه مکتوب بکنه. من غم تو می خورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم از صد پدر. هان و ها این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. من متوجه بیتا بل ای راز تا منی هم دا این مطمئن کو که من تی راز باش نکن توات هم گوشه خبر مکن و وحنه کو گوشه هم. هان و ها این راز را با کس مگو. رازدار مردم دی اس راز هم بداری دیگران راز هم بداری. لحظه جواد یک چیز سرزدی رو گمار منگوار لحظه دیگرانی چیز سرزدی رو گمار منگوار نه منگوار مکن دلی شیر دی چک گروتی. هان و ها این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. بس یعنی بسیار جستجو کن ترتا
بلوچی یکم کن پشت خب خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. یعنی ایده گفت خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. یعنی تری یک رازی هم دل مت دل بدار بدانتان میار زبان میار بدک میار ورتی مراد زودتر برآورده ورتی سفران زیاد آشواش مکنی سرمایان زیاد آشواش مکنی در جگه معامله تشکیلات زیاد اول آشواش مکنی شن بیلی در حد مشورت چرا خانه اسرار تو چون دل شود مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. گفت پیغمبر که سر نهفت کمت دل داشت سر چی که هر سر مایچ یعنی چیر دیگه سر ون چیر دادی. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. گویت مراد بیشی جفت بید مقصد گیریه. دانشجو اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود. دانه چی دانه گندم بی تراب بی دانه انگور بی دانه خرما بی گندگه ایشان وقتی یک کام کد سر کنه مخفی کنه ورنون سبز ہے دانه کی کچھ ظاہر کال نہ ہے آئی سبز ہے سران وقت مخفی کنه گر سبز ہے رازدار ہوئی تھے رازان ہر جگہ بیان مکنی دیگران رازان ہم ہر جگہ بیان مکنی. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. دانشجو اندر زمین پنهان شود سر او سرسبزی بستان شود. بستان سبز زر نخرا اگر نبودندی نهان پرورش که یافتندی زیر کان. زر یعنی طلا زر نقره نقره ایشان مته کوها ما شیر مخفی نو ارزشی پیدا اگرشان چون دوکم کفتن سرزمین شان ارزش نده مته کان یعنی مته معدن جاش معدن ما شیر مخفی نو اسرار ویتی که دل مخفی بداره هر جا گوشیان روشن مکن. خواب وعده ها و لطف های حکیم کرد آن رنجور را آمن آمین زبیم. همه ترسی کسی بادشاہ سیدی مانگو بادشاہ دلوں گوندے گریم قدر دریاری نو مطمئن ہو کہ یہ واجہ خیلی رازداری حتی منس ہو گئے کہ بچارے کو بادشاہ بنا کریں. آمین بو در امن بو رنجورین مریض. وعده ها و لطف های حکیم کرد آن رنجور را آمین زبیم. وعده ها باشد حقیقی دل پذیر وعده ها باشد مجازی تا صغیر. اگر یک وعده حقیقی بدن شمت دل نندی ایشی چی بھی دل قبول کن مثل اللہ وعده ہیں داتگی. اگر وعده حقیقی میں بھی مجازی بھی پکلاک پا دروگ بھی گوشی تاسگیری بھی مردم بے حاسق کی مردم سرگیچی کی. وعده اہل کرم گنج روان وعده نا اہل شد رنج روان. وعده اہل کرم گنج روان وعده نا اہل شد رنج روان. روان یعنی روی اگر یہ نا اہل بیہوده پتو یک وعده کن قول کن قرار کن در چگلی نواتا
ایشی در اعصاب خورد بی کلام بیچی چرت زبانیت من متچی بلاش و آیک واقعا حکیمی آیک حقیقی واده دا مثل این حکیم وڑا شیعه گنج روانی بیتوانا گیری بیشیست پس مردم اهل کرم بیده